روزگارتان بخیر و شادی باشد. تماشاگران عزیز، گزارش مستقیم ما از بازی دوره نهم چمپیونات تاجیکستان و فوتبال دسته لیگ اول ادامه دارند. و این لحظه با شما در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه بازی دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش و ریگارد تداس را یک جای تماشا خواهیم کرد. حالا باشد باید بازیگران هر دو دسته را استقبال می‌گیریم. نخست به سرود ملی جمهوری تاجیکستان گوش می‌اندازیم و بعدا باز گزارش مستقیم خود را از بازی دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش و ریگارد تداس ادامه میدیم. برو همراه کنید. تماشاگران عزیز، گزارش مستقیم خود را از بازی دوره نهم چمپیونات تاجیکستان و فوتبال ملی دسته لیگ اول ادامه میدیم که امروز دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش و ریگارد تداس با یکدیگر دیدار انجام میدهند. یک بازی جالب، یک بازی دیدنی و یک بازی سرگل امروز شما را انتظار خواهد بود. دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش، تماشاگران عزیز، باعث پیشرفت جدول مسابقه امروز تلاش خواهد کرد که باز هم پیشرفتی را ادامه دهد و می‌بینیم که اکنون آنها امروز مقابل باز هم رقیب پرقوت یعنی دسته ریگارد تداس در میدان خانگی خود بازی میکنند و تا کدام اندازه می‌بینیم که اکنون ارتشی‌ها امروز میتوانند که در خانه مقابل دسته ریگارد تداس امتیاز به دست آورند و باز هم پیشرفتی را در جدول مسابقه ادامه بدهند. به همین ترتیب بازی جالب خواهد بود. یک شما رو برای تماشای این بازی دعوت میکنیم و هم اکنون میبینیم که آهسته آهسته بازی بین دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش و همچنین ریگارد تداس در حال آغاز شوی نیز هست. قابل ذکر است که دوستان عزیز، حملهگر دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش عبدالخلیل بورونوف این حال با 4 گل بهترین نشانزن در موسم امساله چمپیونات فوتبال کشور نیز هست و میبینیم که امروز اکنون بهترین نشانزن مسابقه که در هیئت اول دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش بازی را آغاز میکند باز هم میتواند که شماره گل‌های خود را افزون کند و یا نه. مخلصان دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش می‌بینیم که امروز یک گروه سربازان هستند. دسته خود را بسیار هم از تحت دل دستگیری کرده ایستادند و البته آنها امروز میتوانند که همچون نفری 12 در میدان بعد دسته خود کمک کنند تا تیم آنها تواند که در میدان خانگی به نتیجه نظررس نیز برسد. از طرف دیگر دسته ریگارد تداس دوستان عزیز بسیار هم بازی خوب نشان داده ایستاده است. دسته می‌بینیم که با گذشت هر یک دور نتیجهش بهتر می شوند و آهسته آهسته دسته نیز موقع خود را در جدول مسابقه باز هم استوارتر می کند و به همین ترتیب حالا در جدول مسابقه نیز تماشاگران عزیز دسته
Регатадас пас аз як қатор натиҷае ки ба қайд гирифт боз ҳам мавқеаш болотар шуд ва ба ҳамин тартиб мебинем ки имрӯз дастаи шаҳри Турсунзода акнун қобили пешсафи ҷадвали мусобиқа дастаи клуби марказии варзиши Артиш чӣ натиҷаро ба қайд хоҳад гирифт. ҳама чиз барои оғози бозӣ дасто омода аст. Оҳиста акнун мебинем ки ҳама бозигарон мавқеи худро дар майдон ишғол мекунанд ва ба ҳамин тартиб бозӣ низ дар маркази майдон дар ҳоли оғозшавӣ аст ки аз маркази майдон бозиро худи бозигарони дастаи мизбон яъне клуби марказии варзиш Артиш оғоз мекунанд. Мунтазири садои иштаки довари марказ Бахтиёр Комилов ҳастем то садои иштакашро баланд кунад ва бозии дастаи клуби марказии варзиши Артиш ва Регатадас низ оғоз шавад. Садои иштаки довар баланд мешавад ва ба ҳамин тартиб дастаи шаҳри Душанбе аз маркази майдон бозиро оғоз менамояд. ёдор мешавам дӯстони азиз ки дастаи клуби марказии варзиши Артиш ҳоло дар ҷадвали мусобиқа дар зинаи аввал аст бо касби 19 имтиёз аз 8 бозӣ баргузор карда. дастаи Регатадас бошад дар зинаи сеюм аст пас аз 8 даври мусобиқа. Металлурчиони шаҳри Турсунзода дар ихтиёри худ 15 имтиёз ҷамъ оварданд. ва ба ҳамин тартиб имрӯз Регатадас имкон дорад дӯстони азиз ки боз ҳам мавқеи худро дар ҷадвали мусобиқа устувортар кунад дар сурате ки онҳо имрӯз аз пешсафи ҷадвали мусобиқа имтиёз ситонида тавонанд. биёед акнун дӯстони азиз сайти дастаҳоро ман барои шумо ошно месозам ва баъдан боз оиди дигар ҷузъиётҳои бозии имрӯза ба шумо хоҳам гуфт. оғоз мекунем аз ҳайати дастаи мизбон дастаи клуби марказии варзиш Артиш. дар дарвоза бозӣ мекунад рақами 55 Принс Кобла. дигар бозигарон рақами 10 Бакинде Илонге Ҷерард, рақами 4 Комрони Мирзохон, рақами 20 Комрон Иброҳимов, рақами 7 Ҷонибек Шарипов, рақами 21 Вайсиддин Сафаров, рақами 22 Исроил Холов, рақами 17 Муҳаммад Иқбол Давлатов, рақами 99 Франсуа Енигуэ, рақами 18 Абдухалил Боронов, 14 Исломбек Исоқҷонов. сармураббии даста бошад Файз Давлатов аст ки моҳи гузашта беҳтарин мураббии моҳ низ Файз Давлатов эътироф карда шуд ва ҳамчунин Исломбек Исоқҷонов низ тамошобинони азиз ҳамлагари дастаи клуби марказии варзиши Артиш беҳтарин бозигари моҳи гузаштаи Лигаи Олӣ дониста шуда буд. акнун биёед таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳайати дастаи Регатадас. дар дарвоза бозӣ мекунад рақами 38 Такам Северин Легранд. дигар бозигарон рақами 66 Асилбек Темиров, 74 Сорбон Ғиёсов, 18 Абдулло Шарипов, 27 Далер Имомназаров, 6 Давид Атсам, 88 Абдураҳмон Нозимов, 13 Нозим Бобоҷонов, 11 Фаридун Давлатов, 7 Азизбек Ҳаетов, 99 Абумо Нголо. сармураббии даста бошад Алишер Тухтаев аст. гурӯҳи доварони бозии имрӯзаро низ барои шумо ошно мекунем. тамошобинони азиз, довари марказ имрӯз Бахтиёр Комилов аст. дар канорҳо ба ӯ кӯмак мекунанд Сорбон Аҳмадзода ва Тоҳири Баҳром. довари чаҳорум Қурбонмурод Шарифов аст ва ҳамчунин ишораи бозии имрӯза бошад ман Фаридун Сафарзода ҳастам. биёед мутаваҷҷеҳ мешавем ба ин ҳуҷуме ки доштанд бозигарони дастаи Регатадас. тӯп ҳанӯзам дар ихтиёри бозигарони дастаи меҳмон аст. партоб иҷро карда мешавад ва дар ҳамин фурсат акнун муваффақ намешаванд бозигарони дастаи шаҳри Турсунзода ки тӯбро дурусттар ба самти дарвозаи Принс Кобла равон кунанд. бисёрам як фурсати хуб, бисёрам як фурсати мусоид буд барои бозигарони дастаи Регатадас, аммо мебинем ки онҳо муваффақ намешаванд. аз дарвоза Принс Кобла тӯбро ба бозӣ медарорад. зарба ба маркази майдон аз ҷониби Комрон буд. тӯб дар ихтиёри бозигарони дастаи Регатадас аст. ва инҷо акнун Бахтиёр Комилов садои иштаки худро баланд мекунад ва ишора мекунад ки қоидаи бозӣ дар ҳамин фурсат вайрон шудааст. мутаваҷҷеҳ мешавем ки дар ҳамин фурсат қоидаи бозии тамошобинони азиз муқобили Асилбек Темиров вайрон шуда будааст. тӯб дар ихтиёри бозигарони дастаи Регар аст. бисёрам хуб бо суръати баланд ба пеш ҳаракат мекунад. нимуҳофизатгари дастаи меҳмон
بازیگزاری نیز در سطح بسیار هم عالی بود از جانب دیوید اتسام. بعدا می‌بینیم که او موفق نشد که از این امکانیتی در اختیار داشته استفاده نماید. از اوتوب را به بازی می‌دارند بازیگران دسته ریگارتاداس. بازی باباجانوف از کنار شب به حرکت می‌گذارد و می‌بینیم که او را باز داشتند دفاعگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش. حالا با تو بند بازیگران دسته شهری ترسونزاده امام نظرов دیوید اتسام. دیگر باره با تو است اینجا دالر امام نظرов. فشار از جانب بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش است و اینجا هم توپ را در میدان نگاه داشته نتوانست عزیزبک حیاتов. اگر با امور بازی‌های بین خودی این دو دسته نیز نظر افکنیم تماشاگران عزیز این مدعا خواهد بود و متوجه میشیم که در 38 بازی که دسته ریگارتاداس و کلوب مرکزی ورزش ارتش توی با امروز با هم دیگر داشتند 17 غلبه دسته شهری ترسونزاده دارد 9 غلبه دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش. در این میان 12 مساوی و قید گرفته شده است. 9 باخت دسته ریگارتاداس دارد و 17 باخت باشد دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش. حالا اینجا که از بازیگران دسته شهری ترسونزاده خود را اندکی بد احساس میکند کمک طبی نیز به این بازیگر رسانیده می شود. و همچنین تماشاگران عزیز این امور را نیز باید قید کنیم که دسته ریگارتاداس در 11 بازی آخری چمپیونات ضد کلوب مرکزی ورزش ارتش نمیتواند که با پیروزی نایل گردد. آخرین غلبه متالورچیان ضد ارتشیو 27 سپتامبر سال 2019 بود که با حساب 2-1 به انجام رسیده بود. و همچنین از سال 2010 تا 2019 نیز دسته شهری ترسونزاده هیچگاه از دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش شکست نیز نخورده بود. یعنی چنین امور نیز است. و مکنون می‌بینیم که امروز اویو دسته ریگارتاداس میتواند که با یک قطار سلسله ناکامی که با 11 بازی رسیده است مقابل دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش، یعنی که 11 بازی می شود که گفتیم مقابل این دسته پیروزی به دست آورده نمیتواند امروز چه نتیجه را میتواند که با قید بگیرد. خوب است دفاعگر دسته ریگارتاداس سوربون غیاسوف بازی را ادامه داده میتواند و به می ترتیب آخری دسته و نیز ادامه میبرد. حالا با تو بس عزیزبک با صورت بلند اینجا کوشش کرده است عزیزبک پرتابی و به کنار راستی میدان اتسام بسیار هم خوب فرصت پیدا میشود برای بازیگران دسته ریگارتاداس اما اینجا موفق نمیشوند. ابو موندگولو نتوانست که پاس را قبول کند از جانب فریدون دولتوف. یک امکاناتی بسیار هم خوب برای بازیگران دسته ریگارتاداس اینجا استفاده برده نمیشود. از کناری راستی میدان از اوتو به بازی درآورده شد. نظارت بازی را به اختیار خود گرفته ایستادند بازیگران دسته شهری ترسونزاده. عزیزبک اینجا اشتباه میکند پس به بازیگر دسته رقیب بود توسط کنار چپ اکنون هجوم دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش را اندازی کرده می شود و اینجا سوربون غیاسوف میتواند که این حالت را برطرف نماید. بازی ادامه میبرد با توپ بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش توسط کنار چپ هجوم دسته را اندازی کرده می شود. ضربه از همین مسافه اجرا کرده شد اما ضربه بسیار هم بلند بود دوستان عزیز از جانب بازیگر دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش که در این سمت بازی میکند. فرانسوا ینیگویه با تو بعد بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش کامران ابراهیموف پس با
Бакинде Билонг. عبدالخلیل بورونوف بسیار هم خوب هجومی دست کلوب مرکزی ورزش ارتش رو اندازی کرده میشد. پس به سمت فرانسوا ینگوی با توپ است. پس میدهد امکانیت برای بازیگران دست کلوب مرکزی ورزش ارتش، اما میبینیم که اینجا موفق نمیشوند. از پای افتید بازیگر دسته ریگارتاداس. نفر فریدون دولتوف است اگر خطا نکنم. اگر کمک تیبی لازم باشد اینجا اشاره میکند بختیار کومیلوف. امروز در هیئت دسته ریگارتاداس تماشاچیان عزیز بختیار قلندروف کاپیتان دسته بنابر سبب کارت سرخ گرفته در بازی دوره گذشته مقابل دسته اسقاط نمیتواند که به دستش کمک کند. همچنین عبدالصمد ملک مرودوف که حالا در هیئت دسته جوانان تاجیکستان در مسابقه اساسی فوتبال آسیای مرکزی میان دسته تا 20 ساله اشتراک دارد، امروز نمیتواند که به دسته اش کمک رساند. تلاش نوبتی از جانب بازیگران دسته ریگارتاداس بر توپ بعد داخل جریمه گاه بود، اینجا برطرف میکند بکینده بیلونگه. اتسام بسیار هم خوب توپ در اختیار بازیگران دسته ریگارتاداس است. عزیزبک اینجا اشتباه میکند و اکنون اینجا قاعده بازی ویران کرده شد دوستان عزیز از جانب اتسام مقابل عبدالخلیل بورونوف. همچنین پایانتر از عبدالخلیل باز یکی از بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش نیم محافظتگر اسرائیل خولف نیز از پای افتیده است. نخست کمک تیبی اینجا به بورونوف انجام داده می شود. اسرائیل خوب است از جای برخاست، بازی را ادامه داده می تواند. نه اینجا اسلام بک بوده است این نفری که از پای افتیده است دوستان عزیز، نه بورونوف. لیگنری دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش، نفری که گفتیم بهترین بازیگری ماهی اپریل در لیگ اولی اعتراف شده بود. پرتاب با کنار چپ به سمت فرانسوا ینگوی اشتباه میکند. اینجا درست تر توپ رو با هم دستش پس داده نتوانست. لیگنری دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش فشار ادامه دارد از جانب بازیگران دسته شهر دوشنبه. دستگیری مخلصان نیز بیشتر می شود دوستان عزیز. پرتاب اجرا کرده شد. پرینس کابلا از دروازه پس میدهد به بیلونگ جرارد. تلاش نوبتی از جانب بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش اسلام بک با توپ سر برای اجرا میکند و اینجا اکنون تاکان لگراند دروازه‌بان دسته ریگارتاداس میتواند که توپ را داشته بگیرد. امکاناتی بسیار هم خوب بود برای ارتشی‌ها اما موفق نشدند. هجوم دسته ریگارتاداس را اندازی کرده میشد. بسیار هم خوب اینجا با توپ حرکت میکند بازیگر این دسته گلابو، اما دیدیم که بعدا موفق نشد.
دو بازی دور نهم چمپیونات فوتبال کشور دوستان عزیز موقوف گذاشته شد. این بازی دست برخشی پرواز و همچنین استراوشان و سردار می باشد. خوجند روشن دیروز بازی دور نهم را آغاز کردند. بازی در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان در شهر خوجند برگزار شد و با حساب 4-1 خوجند توانست که دسته روشن کولوب را شکست بدهد. امروز باشد از خط استقلال کلوب مرکزی ورزش ارتش رگرتداز وخش حاصلات سه بخور دیگر برگزار می‌گردند و با همین بازی دور نهم بغیر از آن بازی که موقوف گذاشته شدند به انجام می‌رسد. آماده است که توپ را به بازی درآورد. بازیگری دست کلوب مرکزی ورزش ارتش پاکینده بیلانگه. کلوب مرکزی ورزش ارتش تماشاچیان عزیز در 8 بازی برگزار کرده در موسم امسال چمپیونات فوتبال کشور 6 غلبه، 1 مساوی و 1 باخت دارد. نصر رگرتداز باشد 4 غلبه، 3 مساوی و 1 باخت را به خرج گرفته است. یگانه دسته شکست ناپذیر در موسم امسال چمپیونات فوتبال کشور محض این دسته استقلال به حساب می رود. تلاش از جانب بازیگران دسته رگرتداز به نتیجه بود. فشار بیشتر می شود از جانب متالورگچیان شهر ترسونزاده. پرینس کابلا اشاره می کند به همدستای خود که به حمله شتاب کنند، اما بعدا می بینیم که او باز به نزدیکترین بازیگری که در پهلوی قرار داشت توپ را پاس می دهد. دستگیری مخلصان بیشتر می شود، سرعت بازی نیز بلندتر می شود و اکنون اینجا می بینیم که چیکار می کنند بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش. از نیمه میدان خود با آسانی برآمدن نتوانسته ایستادند چون که فشار خیلی هم زیاد است از جانب بازیگران دسته رگرتداز. بسیار هم خوب اینجا توپ رسوایی می شود. دوید اتسام بسیو به کنار چپ و اکنون اینجا می بینیم که توپ را در میدان نگاه داشته نمی تواند عزیزبک حیتوف. عزیزبک حیتوف در موسم امسال چمپیونات فوتبال کشور مؤلف زودترین گل شده است. پرتاب اجرا کرده شد، فرصت نیست است و اکنون اینجا موفق نمیشوند بازیگران دسته رگرتداز مخصوصا نگولو ابومو. فرصتی بسیار هم مساعد گلزنی برایش پیدا شد اما میبینیم که موفق نشد. یادآور باشم که عزیزبک حیتوف در سونه 28م از زدن گل دست یافته بود در بازی مقابل حاصلات که این زودترین گل در موسم امسال لیگ اول نیست تا به امروز به حساب می رود. ما می‌بینیم که تا آخر موسم یگان بازیگر نشانداد عزیزبک رو نو کرده میتواند یا نه. فشار میارند بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش. هر دو دسته بازی برابر نشان داده ایستادند دوستان عزیز. دسته رگرتداز نیز که امروز به اسم مهمان هنرنمایی کرده ایستاده است. می‌بینیم که بسیار هم خوب آنها یک بازی مقابلی پیشرفت جدول مسابقه نیز نشان داده ایستادند. امکانات پیدا می شود برای بازیگران دسته
клуби марказии ورزش ارتش و می‌بینیم که اینجا توپ رو نگاه داشته نتوانست در همین هجومی که بود. اسلامبک تلاش‌های نوبتی از جانب بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش توسط کنار شب هجوم دسته را اندازه کرده میشد. بین متوجه میشن پرتو بعد داخل جریمه گاه ارسال کرده شد. بسیار هم خوب اینجا عبدالخلیل بارانوف توپ را در میدان نگاه می‌دارد و بعدا دیدیم که موفق نشدند بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش. توپ در اختیار بازیگران دسته رگرتاداز است. اسیلبک بسیار هم خوب پاس میدهد به خط حمله و اینجا اکنون کامران میرزاخان میتواند که سدی رو این حمله شود. پرینس کوبلا میتواند که توپ را داشته بگیرد. پس به سمت فرانسوا ینیگویه توسط کنار شب بیشتر توجه کرده استیم که بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش هجوم خویش را اندازی کرده استند. توپ را از جانب بازیگران دسته رگرتاداز و اینجا اکنون در مرکز میدان قاعده بازی ویران کرده می شود. دوستان عزیز فریدون دولت بود که اینجا تلاش کرد و قاعده بازی را مقابلی ویران کردن. دالیر ممنظروف از ضربه جریمه اکنون توپ را به بازی می‌دارد. نه با دالیر اینجا به دیگر سمت می رود و این کار را به اتسام واگذار میکند. دوید اتسام دالیر دیگر برا پاس میدهد به سمت سوربون. اندک عقب نشینی از جانب بازیگران دسته رگرتاداز و این میتواند که بسیار هم یک توکل نیز باشد. نزدیک بود که ببینید که بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش توپ را از نزدیک پای دفاعگری دسته رگرتاداز بگیرند و اگر میگرفتند ببینید که الکای حالتی 2-1 با دروازه‌بان میشد و امکاناتی بسیار هم خوب پیدا میشد برای بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش. از توپ را به بازی می‌دارد دوستان عزیز. اینجا وایسیدین تلاش نوبتی از جانب بازیگران دسته رگرتاداز به نتیجه توپ در اختیار بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش. پس به خفا به سمت دروازه‌بان پرینس کوبلا فرانسوا ینیگوی دوستان عزیز از کنار چپ میدان به کنار راست میدان گذشته است. موقع خود را عوض کرده است این بازیگر و در موقع او اکنون میبینیم که وایسیدین سفارف هنرنمایی کرده است. جوی واسکنی کردن بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش
فشار میارن بازیگران دسته ریگارتاداس و اینجا قاعده بازی مقابل دلیر امام نظر ویران کرده شد از جانب فرانسوا ینیگویه. مخلصان دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش میبینیم که باز اینجا بیشتر تیم خود را دستگیری کرده استودند و این نیز به بازیگرانی که در میدان حالا اسایت این تیم هنرنمایی کرده استودند که شماره آنها 11 نفر است. مخلصان نفر 12 امروز هستند. باز هم به آنها روحیه دیگر میبخشند و باز هم میبینیم که حمله های دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش بیشتر میشود. توسط کنار شب تلاش نباتی از جانب بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش پس به خفا باکینده بیلانگ جیرارد کامران ابراهیموف دیگر بار پس رو انجام میدهد به سمت جیرارد. فرانسوا هجومی دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش پسیو به خفا به سمت ابراهیموف دیگر بار باکینده بیلانگ جیرارد پس به مرکز به سمت وایسیدین بود. باز اکنون از کناری راست به کناری چپ میگذارند بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش و با می ترتیب میبینیم که فشار نیست است از جانب بازیگران دسته ریگارتاداس که این گونه عقب نشینی و بعداً باز توجه به حمله از جانب بازیگران دسته میزبان دیده می شود. اشاره میکند که من خولی هستم. فرانسوا ینیگویه توپ را قبول میکند با سرعت بلند و پیش حرکت میکند. فرانسوا ینیگویه سرم خوب پسیو به سمت وایسیدین سفاروف بود. و اکنون توپ را به اختیار خود میگیرند شاگردان علیشیر توختایف. اتسام توپ را در رزیو گرفت عبدالخلیل بارانوف. هجومی دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش فرانسوا ینیگویه حالا هم با توپ قرار دارد. دو نفر از جانب ریگارتاداس با مبارزه بردند. و اکنون اینجا میبینیم که باز هم برطرف میکنند بازیگران دسته ریگارتاداس. پرینس کوبلا ضربه توپ به مرکزی میدان میآید. بسیار خوب میکند پیدا میشود اکنون برای بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش با سرعت بلند و پیش حرکت میکند. وایسیدین اینجا اکنون توپ از میدان بیرون شد و اکنون در همین فرصت میبینیم که چگونه موفق نشد که توپ را به داخل جریمه پرتاب کند. وایسیدین سفاروف بازیگر جوان و امیدبخش دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش. باید متوجه میشیم که اکنون از اوت یا از ضربه کنجی اینجا ضربه کنجی بوده است. دوستان عزیز توپ را به بازی می‌درآورند بازیگران دسته میزبان. این اولین ضربه کنجی در بازی امروزه نیز به حساب می‌رود. پرتاب به داخل جریمه گو تکم ساورین لگراند اینجا اکنون در دروازه‌بانی دسته
رگارتاد از این حالت رو برطرف میکند. موج دیگری هجومی دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش به نتیجه است. فشار ادامه دارد از جانب ارتشیو. توپ از میدان بیرون شد. زود از اوت برو به بازی می‌دارد اینجا جونی بک شریپوف. پس دیگر برو به سمت جونی بک. جونی بک پاس میدهد به همدسته خود. پرتاب به داخل جریمه کو از جانب محمد اقبال دولتوف به نتیجه بود اکنون. نیم ساعتی بازی پسی سر می شود و حساب تا هنوز در بازی دستای کلوب مرکزی ورزش ارتش و رگارتاد است شده نشده است. دوستان عزیز، هر دو دسته بازی برابر نشان داده ایستادن. امکانیت ها برای هر دو دسته نیز برابر است. از لحاظ اموری نیز میبینیم که امور برابر است و حساب نیز برابر است. هر دو دسته تا هنوز نمیتوانند که به زدن گل دست یابند. اما در ادامه پس از تلاش‌های زیاد، پس از کوشش‌های زیاد میبینیم که کدام دسته میتواند که موفق به زدن گل شود. از جانب دیگر هر دو دسته بازی ذخیره بازی که نشان میدن البته بیشتر به خط دفاع نیز تکیه میکنند و به همین ترتیب شاید در بازی امروزه یک یا دو گل تواند که تقدیر رقابت را حل و فصل کند. حتی احتمال بدون گل به انجام رسیدن بازی میان این دو دسته نیز هست. به هر صورت وقت این را نشان میدهد پایان رقابت میبینیم که با کدام نتیجه بازی دسته ها به پایان میرسد. مخلصان دسته رگارتاد از نیز امروز در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه هستند. دسته خود را دستگیری کرده استادند. اسلام بک پاس میدهد. محمد اقبال زود بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش موقع خود را در میدان بس کرده است. میکند پیدا میشود برای بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش. ضربه و گل. حساب را میکشد دوستان عزیز از سایت دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش. فرانسوا ینیگویه نفری که امروز در میدان زود موقع خود را عوض میکرد. اخیراً توانست که اینجا به زدن گل دست یابد و در حساب دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش را به پیش برآورد. در دقیقه 32 بازی فرانسوا ینیگویه به زدن گل دست می‌یابد و در حساب دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش به پیش می‌براید. ببینید امروز حملگری دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش سر اول در کنار شب بازی را آغاز کرد، بعدا به کنار راست گذشت. یک چند فرصت در مرکز میدان نیز ما را مشاهده کردیم و بعدا باز به موقع خود برگشت و توانست که به زدن گل دست یابد. بسیار یک بازیگزاری خوب بود از جانب دسته میزبان و ببینید که زود عوض کردن موقع خود را بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش اخیراً چگونه ثمراناک استفاده بردند و توانستند که در بازی امروزه حساب را کشویند. فرانسوا ینیگویه نفری که در میدان خیلی فعال بود توانست که به زدن گل دست یابد. پس از آنکه توپ را از دروازه گرفتند بازیگران دسته رگارتاد از فاول میشن. امکانیت پیدا میشد اکنون برای متالورگچیان شهری تورسون زاده. امکانیت است نازیم باباجانوف اکنون فرصتی ضربه زنی برای کاپیتان دسته پیدا نشد. دلیر حالا با توپ است پسیو با باباجانوف. نازیم تلاشای او پرتابی به داخل جریمه کو. امکانیت پیدا میشود برای بازیگران دسته رگارتاد است. حالا هم فرصت هست. امکانیت بهره اجرایش ضربه از همین مسافت ضربه اجرا کرده میشود و پرینس کابلا میتواند که این ضربه رو برگرداند. دوستان عزیز بسیار هم ضربه قوی بود از جانب دوید اتسام و دیدیم که چگونه این ضربه رو برطرف کرد. دروازه‌بان دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش. ضربه کنجی با فایده دسته رگارتاد از کار کرده می شود. پس از این ضربه که داشت دوید اتسام مخلصانی دسته رگارتاد از نیست با یک صدا رگر گفته فریاد میکنند و دسته خود را دستگیری کرده استران که باز هم چنین فرصت ها در نزد دروازه رقیب پیدا شود. پرتاب بعد داخل جریمه کو امکانیت پیدا می شود و پرینس کابلا با جایشی بلند خود اولین شده توپ را داشته میگیرد.
муқобила акнун дӯстони азиз аз дарвоза тӯбро ба бозӣ хоҳад даровард. محمد اقبال بسیار هم خوب. اینجا دیگر برا پس را قبول کرده نتوانست و در این میان می‌بینیم که چگونه صدگذاری نیز بود از جانب بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش در برابر عزیزبek کایتوف. اسلامبek از پای افتید. حمله‌گر دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش. اسلامبek موفق نمی شود. عزیزبek کایتوف با سرعت بلند توپ را گرفته به سمت پیش حرکت میکند. عزیزبek وارد جریمه شد، پاس میدهد به سمت نازیم باباجانوف. توپ را اکنون از کاپیتان دسته رگرتداز میگیرند دفاعگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش. تلاش نوبتی از جانب بازیگران دسته شهر دوشنبه. توسط کنورچا هجوم را اندازی کرده می شود. فرانسوا ینیگویه اشتباه میکند. اینجا نفری که امروز گل زد. عزیزبek давид атсам کلام فاول بازی کرده است در مرکز میدان. давид атсам بازیگر دسته رگرتداز. سوربون مسیو به خط حمله. فرصت پیدا می شود برای بازیگران دسته رگرتداز اما موفق نمی شوند. در صورت فشار هنوز هم ادامه دارد از جانب متالورچیون شهر ترسونزاده. سوربون غیاسوف. عزیزبek و اینجا اکنون برطرف میکنند دفاعگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش. تاکام سیورین لگراند ضربه میزند اینجا توپ به مرکزی میدان. توپ در اختیار بازیگران دسته رگرتداز است. давид атсам فرصت پیدا می شود. پس به سمت کنوریچا پرتوب به داخل جریمه‌گاه و اینجا بسیار هم خوب بکینده بیلانگ جرارد میتواند که توپ را زده از داخل جریمه‌گاه بیرون کند. атсам از همین مسافت ضربه را اجرا کرد. صدگذاری بود از جانب بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش.
Такам Северин Легранд дарвозабони дастаи Регата Дастбуро дар ихтиёри худ гирифт. Бисёрам исми дароз дорад. Дарвозабони дастаи Регата Даст. Такам Северин Легранд. بیشتر مورد مشاهده میکردیم که شهاب‌الدین محمودزاده در دقیقه اول در دروازه دسته رگاتا دست به میدان می اومد، اما امروز او رو دروازه‌بان دیگری عوض کرده است. تاکام ساورین لگرام اتسام باباجانوف امکانات پیدا میشود برای بازیگران دسته شهری ترسونزاده و موفق نشد کاپیتان دسته که اکنون اینجا توپ را به هم دسته و پاس بدهد. برو داشته میگیرد دروازه‌بان دسته رگاتا دست. اتسام بسیار خوب بازی کرد در همین موقع. اکنون کامران ابراهیموف نگذاشت که بازیگری دسته رگاتا از عزیزبک توپ را صاحب شود. اسلامبek اسحاق جانوف اینجا قاعده بازی مقابلش ویران کرده شد. باید متوجه میشم که از این فرصت چگونه استفاده میکنند بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش. بر توپ اجرا کرده شد از جانب وایسیدین سفر و تاکام ساورین لگراند میتواند که اینجا توپ را داشته گیرد. دروازه‌بان دسته رگاتا دست. هجوم دسته رگاتا دست بسیار هم صورتی بازی اینجا اکنون بلند میشود. دالر پاس میدهد به عزیزبک و اکنون اینجا باز هم توپ را میگیرند دفاعگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش، مخصوصاً مکیند بیلونگ جیرد که خیلی فعال بازی کرده است. از ضربه کنجی با بازیگزاری توپ را به بازی می‌درورند بازیگران دسته رگاتا دست. بر توپ اجرا کرده شد با داخل جریمه اما به نتیجه با توپ از فرانسوی نیگویه پاس میدهد به سمت وایسیدین. در کنار مقابل اینجا اسلامبek خالی بود. اگر وایسیدین توپ رو میگرفت بسیار هم امکانات خوب پیدا میشد برای بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش. هجوم دسته رگاتا دست دوستان عزیز توسط کنار راست راه اندازی کرده می شود. باید متوجه بشیم به همین فرصتی که دارند. ناظم باباجانوف پاس میدهد به دوید اتسام. پاس به سمت عبدالرحمن ناظموف. پرتوب به داخل جریمه گاه. ناظم باباجانوف با توپ است. یک دقیقه دوستان عزیز به قسم اولی بازی علاوه کرده می شود. سوربون
اتسام بسیار خوب هجومی دست ریگر ضربه از زمین و صفا اجرا کرده می شود و گل. فریدون دولتوف بسیار هم یک گل زیبا رو به ثمر میرساند. دوستان عزیز از هیئت دسته ریگر تدست در دقیقه 45 یکم بازی حساب 1-1 می شود. بسیار هم گل زیبا دوستان عزیز از جانب فریدون دولتوف. پس از تلاش‌های زیاد، پس از کوشش‌های زیاد ببینید که اخیراً چگونه توانستند بازیگران دسته ریگر تدست خط دفاعی دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش را رخنه کنند و به زدن گل دست یابند. فریدون دولتوف بیرون از جریمه گاه با ضربه قوی خود توانست که توپ را تسلیمی در حوزه پرنس کابلا نماید. حساب 1-1 می شود دوستان عزیز و با همین بختیار کامیلوف صدای شکش را از انجام قسم اولی بازی میان دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش و ریگر تدست بلند میکند. در دقیقه 32 بازی فرانسه یعنی حساب را باز کرد در سایت ارتشی و بعدا در سایت متالورچیان باشد. فریدون دولتوف توانست که در پایان قسم اول تناسب را برابر کند. تنفس میکنیم و پس از چند لحظه باز به ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برمیگردیم. با یک جای قسم دومی بازی را میان دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش و ریگر تدست تماشا میکنیم. ما را در نیمه دومی بخوری نیز پیگیری نمایید.
тамошобинон азиз бармегардем ба варзишгоҳи марказии шаҳри душанбе ба қисми дуюми бозии даври нуҳуми чемпионати тоҷикистон оид ба футбол. менуи дастаи гавлӣ ки дастаи клуби марказии варзиши артиш ва регартадас бо якдигар бозӣ карда истоданд ва қисми аввали бозӣ бо ҳисоби мусовӣ 1-1 хотима ёфт. дар дақиқаи 32-уми бозӣ аз паси головари муҳаммад иқбол давлатов истифода бурда франсуа енигӯи аз сайти дастаи клуби марказии варзиши артиш ҳисобро кушод ва баъдан дар дақиқаи 46-уми бозӣ Давид Атсам аз паси головари Фаридун Давлатов аниқтараш аз паси головари Давид Атсам истифода бурда ҳисобро баробар кард ва бисёрам як голи зеборо ба самар расонид. қисми дуюми бозӣ оғоз мешавад. дӯстони азиз, аз ҷониби бозигарони дастаи регартадас биёед ба ҳайати даста мутаваҷҷеҳ мешавем. тағйирот дида намешавад дар ҳайати ҳарду даста. аз сайти дастаи ҳоло имконият пайдо мешавад инҷо барои бозигарони дастаи регартадас ва ҳисоб 2-1 мешавад. дар оғози нимаи дуюми охирӣ ба задани гол даст меёбанд бозигарони дастаи регартадас ва Нозим Бобоҷонов капитани дастаи муаллифи гол мешавад. дӯстони азиз, бисёрам олӣ оғоз мекунанд қисми дуюми бозиро тамошобинон азиз. бозигарони дастаи регартадас ва Нозим Бобоҷонов тавонист ки ҳисобро 2-1 намояд. дар аввалин ҳамлаи худ ба задани гол дар қисми дуюми бозӣ ноил мешаванд бозигарони дастаи регартадас ва дар ҳисоб акнун металлурчиёни шаҳри Турсунзода ба пеш мебароянд. биёед акнун дӯстони азиз ба ҳайати дасто дар нимаи дуюми охирӣ мутаваҷҷеҳ мешавем. аз сайти дастаи клуби марказии варзиши артиш оғоз мекунем. дар дарвоза рақами 55 Принс Кобла, дигар бозигарон 10 Ҷерард Билонге, 4 Комрони Мирзохон, 20 Комрон Иброҳимов, 7 Ҷонибек Шарифов, 21 Вайсиддин Сафаров, 22 Исроил Холов, 17 Муҳаммад Иқбол Давлатов, 99 Франсуа Енигӯе, 18 Абдухалил Боронов, 14 Исломбек Исоқҷонов. сармураббии даста бошад Файз Давлатов аст. ҳайати дастаи регартадас бошад чунин аст. дар дарвоза 38 Такам Северин Легран, дигар бозигарон 66 Асилбек Темиров, 74 Сорбон Ғиёсов, 18 Абдулло Шарипов, 27 Далер Имомназаров, 6 Давид Атсам, 88 Абдураҳмон Нозимов, 13 Нозим Бобоҷонов, 11 Фаридун Давлатов, 7 Азизбек Аетов, 99 Нголо Абомо, Алишер Тухтаев сармураббии даста мебошад. ҳоло инҷо яке аз бозигарони дастаи регартадас андаке худро бадеҳсос мекунад. кӯмаки тиббӣ ба ӯ расонида шуда истодааст. ин нафар ҳамлагар Нголо Абомо аст. берун аз майдон табибон ба Нголо Абомо кӯмак мерасонанд. Принс Кобла акнун тӯбро ба бозӣ медарорад. дарвозабони дастаи клуби марказии варзиши артиш зарбаи ӯ ба хати ҳамла. ҷонибек Шарипов партоб иҷро карда шуд. як партоби дигар инҷо ҳаст ва бартараф мекунанд бозигарони дастаи регартадас. талошаи навбатӣ зарба аз ҳамин масофа иҷро карда мешавад ва мебинем ки акнун инҷо муваффақ намешаванд бозигарони дастаи клуби марказии варзиши артиш, чунки садои штаки довар баланд шуда буд. ҳолати нобозӣ буд. акнун аз ҳамин мавқеияте ки буд тӯбро ба бозӣ медарорад дарвозабони дастаи регартадас.
عقب نشینی از جانب بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش کامران میرزاخان توپ را به پرینس کوبلا پاس داد. فشار بیشتر می شود از جانب دسته شهری ترسونزاده. پرینس کوبلا ضربه او تا به نیمه میدان رقیب می رود. یکی از بازیگران دسته ریگارتاد سال اکنون باز در مرکز میدان اندک خود را بد احساس میکند. از روی برخواست عبدالرحمن نظیموف بازی را ادامه داده میتواند. از اوت به بازی درآورده می شود از جانب بازیگران دسته ریگارتاد است. نظیم باباجانوف اینجا توپ را در اختیار خویش گرفته نتوانست. نظیم دیگر بره فریدون دولتوف. فریدون پاس میدهد. امکانیت برای بازیگران دسته ریگارتاد است. ضربه اجرا کرده شد. یک فرصت دیگر و چه امکانیتی بود که اینجا استفاده برده نتوانستند بازیگران دسته شهری ترسونزاده. ابومو نگولو با یک رسش میتوانست که توپ را به دروازه پرینس کوبلا روان کند اما موفق نشد. بسیار یک بازیگزاری خوب بود از جانب شاگردان علیشیر توختایف. تلاش نوبتی از جانب بازیگران دسته ریگارتاد است. اینجا به نتیجه اتسام فریدون باباجانوف اسیلبک بکینده. اینجا قاعده بازی مقابلش ویران کرده بشود. باز هم اینجا اندک خود را بد احساس میکند نگولو ابومو حمله‌گر دسته ریگارتاد است. کمک تبینی نیز به او رسانیده می شود. اولین تغییرات در بازی امروز نیز انجام داده می شود دوستان عزیز. از میدان گرفته می شود نگولو ابومو از سایت دسته ریگارتاد است در خط حمله و به جای وارد میدان می شود اینجا امیرجان سفاروف. تغییرات اجباری است چون که نگولو ابومو دوستان عزیز خود را نچندان خوب احساس کرد و او را از میدان گرفتند. قاعده ورانکن دیگر دوستان عزیز باز اینجا به خیر گرفته می شود. قاعده بازی اینجا مقابل عبدالله شریف ویران کرده شده است.
با تو بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش کامران پسیو با جرارد تلاش نوبتی از جانب بازیگران دسته ریگارتاد از به نتیجه بود. با تو بس اینجا دوستان عزیز کامرانی میرزاخان پسیو به سمت بکیند بیلونگ جرارد پرینس کوبلا دروازه‌بان تو برو در اختیار خود میگیرد. ضربه کوبلا تا به نیمه میدانی رقیب میآید. دیگر بار توپ در اختیار بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش است. بیلونگ جرارد پسیو به خط حمله به سمت فرانسوا ینیگوی بود. وقتا اجرا کرده شد، فرصت نیست است برای بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش و اینجا موفق نمی شود اسلامبگ اسحاقجانوف. و بعدا میبینیم که اینجا دوستان عزیز حالت نوبازی نیز هست. دوباره کناری بیرقچه خود رو بالا برداشت اما به هر صورت فرصت بسیار هم خوب بود برای بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش. تلاش نوبتی از جانب بازیگران دسته ریگارتاد است. فرصت پیدا می شود، امکانیت است. اتسام ضربه او و اکنون اینجا پرینس کوبلا این ضربه را توانست که برطرف کند. چی فرصتی بود برای اتسام. سرم یک فرصتی خوب بود برای بازیگران دسته ریگارتاد است. در صورت ضربه کنجی کار میکنند بازیگران دسته مهمان. نازیم باباجانوف از ضربه کنجی توپ را به بازی می‌دارد. و اینجا اکنون فرانسوا ینیگوی آن خود را بعد احساس میکند. عبدالله آزا توپ را به بازی درآورد. اسیلبک تمیروف هجوم دسته ریگارتاد است. سوس کنار چپ میدان امکانیت پیدا می شود برای سرخپوشا. پرتاب اجرا کرده شد، فرصت نیز هست اما داور کناری بیرقچه خود را بالا برداشت و اینجا گلی که به ثمر رسانیدند بازیگران دسته ریگارتاد است، مخصوصا امیرجان سفروف آن را بیکار میکند. در حالت نوبازی بوده است امیرجان سفروف، نفری که در خط حمله دسته ریگارتاد است نگولا ابامو را عوض کرد. دو بازیگر آماده‌اند از سایت دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش به میدان آیند. می‌بینیم که آنها کی را عوض میکنند در میدان. پرینس کوبلا میتواند که توپ را در اختیار خود بگیرد. بختیار عظیموف و عمرجان شریفوف آماده‌اند که از سایت دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش به میدان آیند. فرانسوا ینیگوی از میدان گرفته می شود، مؤلف گل دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش و همچنین اسلامبگ اسحاقجانوف. دو نفر را از حمله می گیرد فایز دولتوف
و با جای آنها یک دفاعگر و یک حمله‌گر را به میدان می‌آورد. عمرجان شریفوف و همچنین بختیار عظیموف. حالت این بازی به خیر گرفته می شود. دوباره از جانب بازیگران دسته رگرتاده است. بسیار هم خوب هجومی دسته را اندازی کرده می شود. فرصت نیست است برای متالورچیان. فریدون بسیار هم خوب و اکنون اینجا توبروسه می شوند بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش. تلاش نوبتی از جانب بازیگران دسته ریگر. نازیم باباجانوف بود. بسیار هم خوب پاس نیز داده شد. اینجا برطرف میکنند دفاعگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش و میبینیم که اینجا قاعده بازی ویران کرده شده است. زود توپ را به بازی درآوردند بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش و در همان فرصت امیرجان سفروف قاعده بازی را ویران کرده بود. دستگیری مخلصان کلوب مرکزی ورزش ارتش بیشتر می شود. از کنار چپ میدان از اوتو به بازی درآورده می شود از جانب بازیگران دسته رگرتاده است. امکانیت پیدا می شود برای بازیگران دسته رگرتاده است اما دیدیم که موفق نشدند. زود بک سلام میگذارند اینجا ارتشی ها. جونی بیک انتظار است که هم دستایش اینجا به داخل جریمه وارد شوند. پرتابی به داخل جریمه هم بود برطرف کرده شد از جانب دفاعگران دسته رگرتاده است. فریدون بسیار هم خوب دیگر برات پاس به سمت فریدون دولتوف با صورت بلند پیش حرکت میکند. فریدون عزیزبک ایتوف وارد جریمه می شود پاس میدهد. عزیزبک امکانیت هست و اینجا امیرجان اکنون موفق نمی شود. چرا بازیگزاری خوب بود از جانب بازیگران دسته رگرتاده است. عزیزبک به سمت امیرجان پاس داد اما او موفق نشد. مواسم گذشته امیرجان و عزیزبک هر دو در حیاط دسته روشن کلوب بازی میکردند و در آغاز موسم امسال هر دو به صف دسته رگرتاده است همراه شدند. تلاش نوبتی از جانب بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش. جونی بیک شریفوف توپ هنوز هم در اختیار ارتشی است و اینجا اکنون برطرف کرده شد.
اوت با فایده دسته شهر دوشنبه است. بختیار عظیم فرموده است که از اوت رو به بازی درآورد. سرم خوب توپ در اختیار بازیگران دسته ریگارتاداس است. هجومی دسته راندازی کرده می شود. پس به خط حمله امکان نیز پیدا می شود. فرصت هست، بیر متوجه میشه، امکانیت برای اجرایش ضربه و اکنون اینجا پرینس کابلا میتواند که این ضربه را برگرداند. چه فرصتی خوب بود برای امیرجان سفرов. این بعد نیز پسی انجام داده، از بک هیئت را استفاده برده نمیتواند. امکانیت بسیار هم خوب برای بازیگران دسته ریگارتاداس، اما میبینیم که به نتیجه. بازیگری باز کرده می شود دوستان عزیز. از هیئت دسته ریگارتاداس آمدن دو بازیگر به میدان آیند و میبینیم که کیا در میدان عوض کرده می شوند. شیرزاد محمدیف و آزادبک پنجیف آمدن که از هیئت دسته ریگارتاداس به میدان آیند. فرصت برای بازیگران دسته ریگارتاداس. توسط کناری چپ اینجا تا آخرین لحظه و کوشش کرد بازیگر دسته ریگارتاداس. دلیار امام نظرов از میدان گرفته می شود. فریدون دولتov دوستان عزیز، او امروز بسیار هم گل زیبا به ثمر رسانید در پایان قسم اولی بازی. حالا مخلصان ریگارتاداس نیز به خاطر او کف میکوبند، چون که گلی که امروز زد گلی است که او را باید احسن آفرین خواند. او را در این موقع عوض میکند شیرزاد محمدیف. در موقع از بک هیئت باشد وارد میدان میشد دوستان عزیز. اینجا آزادبک پنجیف. ماکین دبیلانگ د جیرارد با پاس کوتاه اکنون اینجا به حمله گذاشتند بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش، اما میبینیم که اینجا موفق نمیشوند. از هیئت دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش بازیگر آماده است بهری به میدان آمدن. نفر عزتالله روزیف است و در میدان عوض میکند محمد اقبال دولتov، نفری که در گل اول پسی گل‌آور انجام داده بود. بر صورت حالا اکنون عوضشوی بازیگر انجام داده می شود. بله، ترک میدان میکند محمد اقبال دولتov و عزتالله روزیف به جای وارد میدان می شود. خط دفاع را باز هم پرقوت کرده است فایز دولتov، چون که در حمله بسیار هم فاول هستند بازیگران دسته ریگارتاداس و ببینید که چگونه فشار بالای فشار از جانب آنها به نیمه میدانی دسته رقیب است.
پرینس کوبلا از همین موقع توپ رو به بازی می‌دارد. 20 دقیقه دیگر تا انجام وقت اساسی و خوری دستاوی کلوب مرکزی ورزش ارتش و ریگرتر از باقی مونده است. فشار می‌آورند بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش. اسلبک ضربه به خط حمله. بکنده بسیار هم فاول است، این حالت رو برطرف کرد. جونی بک پرتابی به داخل جریمه‌گاه و اکنون اینجا موفق نمیشوند بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش. موج دیگر هجومی دسته ارتشی و پرتاب اجرا کرده شد به داخل جریمه‌گاه و اینجا از این فرصت نیز استفاده برده نمیتوانند ارتشیو. قاعده بازی بیرون کرده شد دوستان عزیز. سرام خوب اینجا اسلبک خوب بازی میکند. هجومی دسته ریگرتا دست توسط کناری راست. نازیموف اینجا موفق نمیشود و به همین ترتیب دفاعگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش میتوانند که توپ را زده در نیمه میدانی خود دور کنند. فرصت پیدا می شود برای بازیگران دسته ریگرتا دست. امکانیت دیگر برو هست و چی در هم بر همه در داخل جریمه‌گاه دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش و چی فرصتی بود که اینجا متروکچیان از دست دادن. تلاش نوبت از جانب بازیگران دسته ریگر به نتیجه بود. جونی بک شریفی بسیار خوب توپ را گرفته به سمت پیش حرکت میکند و اینجا توپ را از او گرفتند و قاعده بازی را نیز مقابلش ویران کردند. اختیار کامیلوف اینجا به قاعده ویران کنی اشاره میکند. باید متوجه بشیم به همین فرصتی که دارند بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش. وایسیدن پرتاب به داخل جریمه‌گاه و یک فرصت دیگر پیدا می‌شود و برطرف می‌کنند اکنون بازیگران دسته ریگرتا دست. دروازه‌بان نیز اینجا خوب بازی کرد. کم تا کم سیورین لگراند اینجا توپ رو داشته میگیرد.
دقیقه 75 بازی آغاز می شود. 15 دقیقه دیگر تا انجام وقت اساسی و آخری باقی مانده است. حساب 2-1 به فایده ریگارتاداز است. اوسب گرفته است دروازه‌بان دسته ریگارتاداز. ضربه تکم تو با نیمه میدان رقیب می آید. تلاش نباتی از جانب بازیگران دسته ریگارتاداز. توسط کنار چپ هجومی دسته اتسام پسیو به قفا. و اینجا قاعده بازی وران کرده شد. قاعده بازی مقابل نازیم باباجانوف وران کرده شد. به هر صورت کاپیتان دسته ریگارتاداز خوب است. و می‌بینیم که از این وضعیت استانداردی که برای بازیگران دسته ریگارتاداز سولو کار کرده شد چگونه استفاده میکنند. خود بازیگر جبریده از ضربه جریمه توپ را به بازی در آورد. شهرزاد محمدیف، نازیم باباجانوف، پسیو به قفا امام نظرف، محمدیف پرتابی به داخل جریمه‌گاه و به نتیجه. زود از ضربه کنجی نازیم باباجانوف توپ را به بازی می‌درآورد. ساربان غیاسوف پسیو به قفا، اسیلبک، سفارف پاس می‌دهد. امکانیت برای بازیگران دسته ریگارتاداز. پنجیف، شهرزاد، پسیو و این جولت نوبازی به قید گرفته می شود. پرینس کوبلا توپ را به بازی در آورد. توپ باز اینجا اکنون به اختیار بازیگران دسته ریگارتاداز می افتد. بر توپ به داخل جریمه‌گاه و کوبلا این نوبت می بینیم که اکنون توپ را داشته می گیرد. ضربه پرینس کوبلا تو به نیمه میدان رقیب می آید. اسیلبک اینجا اولین اشتباه توپ رسید. جونیبک شریپوف جا موفق نشد. دروازه‌بان دسته ریگارتاداز اینجا اکنون توپ را به اختیار خود میگیرد. باباجانوف هجوم نوبتی از جانب بازیگران دسته ریگارتاداز. اینجا به نتیجه توپ به اختیار بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش میگذارد. تلاش نوبتی از جانب بازیگران دسته ریگارتاداز. پس به کنار راستی میدان شهرزاد پس میدهد. فرصت نیست است. ضربه از زمین مسافه اجرا کرده شد و بلندتر از دروازه اکنون دوستان عزیز تو میدان رو ترک میکند. چی فرصتی بود که آن را نازیم باباجانوف استفاده برده نتوانست. به هر صورت ضربه را اجرا کرد اما اندک بلندتر از دروازه تو میدان رو ترک نمود.
از سایت دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش بازیگری وضع کرده می شود. ابوبکر سیدف آماده است بهری به میدان آمدن. هجومی دسته ریگرتاد است توسط کناری راستی میدان. پنجیف پاس میدهد. دیگر برای آزادبک پنجیف. نازیم با جنوب موفق نمی شود. کامرانی میرزاخان. بختیار. بلنده. بکینده بیلانگه. دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش تماشاگران عزیز یک باخت دارد گفتیم و همان باخت در دور اول با مربی اسپانی خوان کورتز بود که اونها از هوسیلوت با حساب 3-0 شکست خوردند. بعدا دسته با خوجند مساوی کرد با حساب 0-0 و پس از مساوی با خوجند 6 بازی می شود که پایم غلبه به دست می‌آورد دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش و پیش‌صفی را در جدول مسابقه نگاه می‌دارد. امکانیت پیدا می‌شود برای ارتش موفق نمی‌شوند. و امروز اکنون به همین 6 غلبه دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش نزدیک است که خاتمه باشد دسته ریگرتاد است. کامران ابراهیموف از میدان گرفته می‌شود و جای بازیگر وارد میدان می‌شود ابوبکر سیدف. تغییرات نباتی در هیئت دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش پرتاب به داخل جریمه‌گاه برطرف میکنند. اینجا دفاعگران دسته ریگرتاد است. ریگرتاد است باشد تماشاگران عزیز. این دسته نیز یک باخت دارد که آن هم از تیم استقلال بود و همچنین 3 مساوی برای دسته ریگرتاد از به خرید گرفته شده است. پرینس کوبلا ضربه تو به مرکزی میدان میاد. هجومی دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش باید متوجه میشیم به همین هجومی که دارند ارتشی توسط کنار راست میدان. و اکنون اینجا باز هم موفق نمیشوند بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش پرتاب به داخل جریمه‌گاه. ضربه به اصول قیچی از جانب عبدالخلیل بارانوف اما بلندتر. دسته ریگرتاد از گفتیم اولین باختش از تیم استقلال بود. آنها با مسابقه را با مساوی مقابل روشن آغاز کردند. اینجا نوفهمی نیز میان بازیگران سر میزند. بعدا دسته با خوجند مساوی کرد، با اسخط مساوی کرد. غلبه ها را باشد مقابل برخچی و وخش و حاصلات و پرواز به دست آورد. تکم ساورین لگراند دروازه‌بان دسته ریگرتاد است از دروازه توپ را به بازی می‌درآورد. داور کناری بیرقچه خود را بالا می‌بردارد. پرینس کوبلا زود توپ را به بازی درآورد از دروازه. فشار ادامه دارد از جانب بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش، چون که در حساب آنها خفا مانده ایستادند. هجوم دسته ریگرتاد است. پس به سمت آزادبک پنجیف.
عقب نشینی میکنند اکنون بازیگران دسته رگارتاداس، چون که فشار خیلی هم زیاد است از جانب بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش. ارتشی ها همه کوشش و تلاش و جد و جهدی که دارند این بهر برابر کردن حساب است. چون که ببینید دوستان عزیز 5 دقیقه دیگر باقی مونده است انجام وقت اساسی و خوری. هجوم دسته رگارتاداس به متوجه میشیم به همین هجوم بازیگران دسته رگارتاداس. امیرجان اینجا باز در حالت نوبازی پیدا شد. دسته رگارتاداس دوستان عزیز در دور آینده روز 27 می در میدان خانگی خود در تالکو آرینا با دسته استراوشان بازی میکند. و روز 23 می همچنین برای دسته رگارتاداس بازی بسیار مهم است. بازی مقابل استقلال سوپر جام تاجیکستان که این بازی در ورزشگاه مرکزی شهر ایسار برگزار می‌گردد. و بعداً یک ماهی تنفس. پس از تنفس دسته رگارتاداس اونجا بازی را مقابل استقلال باز آغاز میکنه، مقابل روشن باز آغاز میکنه. در این میان بازی با سردار نیسا است دربی شهری ترسونزاده. بار اول این دو باشگاه در لیگ اولی با یکدیگر روبرو میشوند و این بازی روز 14 میلیون به نقشه گرفته شده است. کلوب مرکزی ورزش ارتش در دور آینده با دسته استقلال بازی میکند. دربی شهری دوشنبه این بخوری روز 27 می به نقشه گرفته شده است. بعدا 12 میلیون با پروازی دار انجام میدهد. در بازی آخری مرحله یکم دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش و بعدا باز با بازی مقابل حاصلات نیمه دوم موسم را آغاز میکند دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش. در صورت پیروزی در بازی امروزه رگارتاداس شماره امتیازی خود را به 18 عدد میرساند و در موقع سوم باقی میماند. اما کلوب مرکزی ورزش ارتش پس از آنکه که استقلال اسقاط بازیشان به انجام میرسد میبینیم که اونجا صدر جدول را نگاه داشته میتواند و یا اینکه آن را به استقلال میدهد. بر خط امتیازات تنها یک عدد را تشکیل میدهد میان دو دسته شهری دوشنبه. پنجیف یک نفر را میگذارد، فرصت برای بازیگران دسته رگارتاداس پس نیز میدهد، آزادی پنجیف امکانیت است، ضربه و گل. اما داوری کنار بیرقچه خود را بالا میبردارد دوستان عزیز و این گل زده امیرجان سفر بیکار کرده میشود. دو مراتب امروز گل زد اما هر دو گل‌هایش در حالت نوبازی بودند. یک دقیقه دیگر تا انجام وقت اساسی و آخری باقی مانده است. پرینس کوبلا ضربه و با داخل جریمه‌گاه دسته رگارتاداس. اولش را به تو میرسند بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش. تلاش‌های نوبتی از جانب ارتشی‌ها. جانب یک با توپ است. پرتابی و با داخل جریمه‌گاه فرصت نیست. ضربه با سر اجرا کرده میشود و تکم ساورین لگراند در زبان دسته رگارتاداس میتواند که توپ را داشته بگیرد. پرینس کوبلا ضربه کوبلا تو به نیمه میدان رقیب می رود. برطرف می کنند باز هم دفاعگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش. 4 دقیقه به وقت اساسی بازی ضم کرده می شود.
تلاش نوبتی از جانب بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش. توپ در اختیار بازیگران دسته رگاتاداز است. بازیگران دسته شهر ترسون درخواسته هستند که یک گل دیگر زنند و نقطه نهایی را در حساب بازی امروز گذارند. حالا فرصت پیدا می شود. ضربه اجرا کرده شد، یک ضربه دیگر و چگونه از این فرصت استفاده برده نمی توانند. باز هم امیرجان و این نوبت باز آزادبک پنجیف. فرصت گلزنی خیلی هم زیاد است برای بازیگران دسته رگاتاداز، اما می‌بینیم که آنها را استفاده برده نتوانسته هستند. پایده بازی ویران کرده شد. بختیار کامیلوف صدای شک خود را بلند میکند. بازی دسته بخش و اوسیلات با نتیجه مساوی 2-2 خاتمه یافت. مشاهدین عزیز، Prins Kobla. باید با ضربه کنجی که دوران بازیگران دسته رگاتاداز متوجه میشویم و بازیگزاری تو با بازی در آورده می شود. سرام خوب بازی میکنن اینجا. سرخپوشو بابوجانوف پاس میدهد. یک فرصت دیگر پیدا می شود. امکانیت بهر اجرایش ضربه. بازیگزاری بسیار هم زربو و اینجا باز هم ضربه نادقیق اجرا کرده می شود. پرنس کابلا زود از دروازه توپ را به بازی در آورد. امروز دسته بازی 39 بین خودی را برگزار کرده استودند و نزدیک است که دسته رگاتاداز غلبه 18 را به دست آورد. یک مرتبه بیشتر نسبت به دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش غلبه ها به فایده دسته رگاتاداز است. 18-9 می شود. غلبه 18 رگاتاداز و بخت 18 کلوب مرکزی ورزش ارتش در بازی بین خودی به خط گرفته می شود. جانب یک پرتاب به داخل جریمه گاه به نتیجه توپ را گرفت تکم و چند ثانیه دیگر باقی مانده است. از سایت دسته رگاتاداز آماده است برای به میدان برآمدن ارتور پرینس. و به همین ترتیب دوستان عزیز بختیار کامیلوف صدای شیخ خود را از انجام بازی دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش و رگاتاداز بلند میکند. بازی دوره نهم بود و به همین ترتیب رگاتاداز پیشرفت جدول مسابقه را شکست میدهد و با 6 بازی به باخت کلوب مرکزی ورزش ارتش نقطه میگذارد و همچنین با 11 بازی آخری که در بازی مقابل کلوب مرکزی ورزش ارتش رگاتاداز پیروزی به دست آورده نمیتوانست، امروز آنها توانستند که نهایتاً به پیروزی نیز رسند. غلبه 18 در بازی بین خودی برای دسته رگاتاداز بود و همچنین باخت 18 دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش. یادآور میشم که امروز از سایت دسته رگاتاداز گل‌ها را به ثمر رسانیدند. فریدون دولت و نوزیم بابوجانوف. از سایت دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش شد مؤلف گل فرانسوا ینیگوی شد. رگاتاداز غلبه 4 را در موسم امسال به قید گرفت. کلوب مرکزی ورزش ارتش باخت دوم را به قید میگیرد و به همین ترتیب دسته شهری ترسون شماره امتیازش را به 18 عدد میرساند. در زمینه سه موقعش را استوار میکند.
کلوب مرکزی ورزشی ارتش باشد با 19 امتیازی که دارد، حالا در زمین اول است. در همینجا در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه گزارش خش به انجام میرسونیم. با شما بودم من فریدون سفرزاده. سلامت و پیروز و دوستدار فوتبال بمونید. خیر.